مراسم قرعه‌کشی 35مین چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال در کاخ پارفینون شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و برنامه فوتبال تاجیک آن را پیگیری می‌کند. من دوستان عزیز، جامی که این موسم بازیده می شود و دسته غالب در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان صاحب همین جام می شود. در سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، یعنی این سال هم 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان را جشن میگیریم و البته 35مین موسم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال برگزار میگردد. دکتر لیگ فوتبال تاجیکستان سوپان شدیف. سوپان با فرق از موسم سال، موسم پار، این سال یگان تغییرات هستند یا که مثل سال پار این موسم هم با همون شکلی که بود با همون شکل برگزار میشه؟ موسمی که ما در آستانه آغاز آن قرار داریم، یعنی موسم فوتبالی سال 2026 چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی، در آن 12 کلوب‌های از تمام مناطق‌های جمهوری اشتراک میکنند. در دو مرحله برگزار می‌گردد. در مجموع 182 بازی به نقشه گرفته شده است. فرمت یعنی که خود چمپیونات یک دسته، یعنی مقامدار زینه 12م به هیئت دسته‌های لیگ یکم می‌پیوندد و مقامدار زینه 11م با مقامدار زینه دومی لیگ یکم دو بازی رفت آمد برگزار می‌کنند و خود چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی 6 مارت آغاز شده تا 10 نوامبر سال جاری به نقشه گرفته شده است. در همه صحبت‌ها همه مسئله‌ها گفته می‌شود بجز یک مسئله. همین چمپیون تاجیکستان چی به دست می‌آورد؟ بغیر از جام، بغیر از مدال‌های طلا، منظوری من که مبلغ پولی چمپیونی در لیگ عالی تاجیکستان چه مقدار است؟ بله، این مسئله یعنی که گنرار میگویند یا اینکه بونوس در کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز بررسی شده بود. لایحه‌ها هست برای سال‌های آینده این مسئله تحت نظارت و بررسی است. ما کوشش میکنیم که در سال‌های آینده این چیز راه‌اندازی شود. البته چمپیون تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی برای اشتراک در لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای موسم 2027-2028 راه خط میگیرد. جامدار چی؟ جامدار از سبب که یک کم ریتینگ میگوین، یعنی در رده‌بندی کنفدراسیون فوتبال آسیا، یعنی که در سطح باشگاهی این سازمان ورزشی آسیای میانه ما پایان‌تر آمدیم. البته دستاوردهای خوبی چمپیون تاجیکستان در حیات یعنی همین مسابقه، یعنی که لیگ دعوت اگر خوب شود ریتینگ ما یعنی رده‌بندی ما بالا رویم، خاله‌های ما زیادتر شود. در موسم 2028-2029 ما میتوانیم راه خط دوم رو برای غالب جام تاجیکستان پیدا نماییم. خوان کارتس سرمربی نوی کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب جناب کارتس، میخواستم بفهمم که شما آیا پر با هیئت دسته شناس شدید و چه ها را همکنون میخواهید که در دسته تغییر بدهید؟ So, Mr. Cortez, how do you think what changes you already made in team? Yes, and what's your opinion about the team at all, and what's your plans? Good morning, everyone. First of all, I am so glad to be here. Just 2 weeks analyzing the team. Для начала мы только 2 недели здесь, но уже успели познакомиться со всеми игроками. Мне нравится вполне то, что я выбрал, к чему я пришел. И, конечно же, у всех ребят хорошее мастерство, профессионализм. Мы постараемся достигнуть хороших результатов в таблице лиги. И, конечно же, будем стараться постепенно улучшать и позицию, и игроков в целом работы ЦСКА. راهبریت کلوب مرکزی ورزش ارتش در پیش شما کدام وظیفه‌ها را گذاشتند؟ What essential tasks the administration of the CSKA made for you in this team?
the main thing, the main important thing is not just the system or is the responsibility of the player on the pitch. Ну, для начала нам нужно изменить ту систему, которая была раньше, потому что мы будем играть в разных городах, и в каждом городе, в каждой команде нужна отдельная, да, вот эта подготовка. Поэтому мы постараемся с каждым из игроков работать индивидуально, да, чтобы вот подготовиться именно и вот впоследствии достигнуть какой-то победы. Какой-то победы, не чемпионскую? Не, конечно же, чемпионской, да, то есть достигнуть высоких результатов. Вот в этом смысле. Thank you very much. Thank you so much. تا کدام اندازه فن کلوبی دسته آماده هست برای موسم امسال؟ البته آمادگی دسته چیزی دیگر، آمادگی فن کلوب چیزی دیگر. تشکر بسیار. اولا سپاس برای قدردانی که ما جای دوم رو در سال 2025 گرفتیم و امروز هیئت فن کلوب وحش همه آمادگی ها رو برای موسم 2026 دیده ایستاده است و انتظار آن رو داریم که سال 2026 یک سال خاطرمان، یک سال پر از دستاورد، پر از هیجان برای مخلصان هم در ورزشگاه و هم در قلب فوتبال بازان مخلصان جای می شود. گمان میکنیم امسال همکنون باید که شما جای اول رو گیرید. حتما ما همه نقشه و هدفهایمان برای سزاوار شدن برای جای اول است و ما این تلاش رو میکنیم و از دستمون هر چیزی آید و شعاری دسته وحش، دسته من، وادی من و امروز زیر یعنی همین شعار هزاران نفر مخلصان هستند که برای از تحت دل مخلصی کردن برای دسته آماده هستند. با بخش چمپیونی میخواهیم. آمادگی های دسته چگونه؟ آمادگی دسته خیلی خوب است. سال 2024 ما موسم نقش جمع بست کردیم. سال 2025 2026 15 январ ما آغاز کردیم. یک مرحله تیاری در آسایشگاه بانک ملی گذشت. با دوم مرحله از سه آغاز کردیم. در بازی فینالی جام تاجیکستان راه پیدا کردیم. سنه 10 چیزا دسته سرافشان در شهر دوشنبه با بازی فینالی اشتراک میکنه. خب در دور یکم میخواستید که بازی را در خانه انجام کنید یا که در سفر؟ در سفر. البته در سفر ولی میدان آماده نیست است. خب ببینید که با کدام از همین دسته ها میخواستید که در دور یکم بازی کنید؟ با البته گراند ها یا که با دسته هایی که اندک از پنجم پایان تر هستند؟ البته وقتی که 2026 موسم آغاز شد دیگر اینجا یگان دسته پرقوت و ضعیف هیچی نامعلوم است. همه دسته برابر یک قوت دارند. در مرحله اول معلوم شد کدام دسته پرقوت کدام دسته های. البته وقتی که ما آمادگی میبریم فقط برای غلبه میبریم. این با فوتبال است. ممکن است روشن کلوب یا اینکه ممکن است با دسته پرواز نوعی بابا جان غفور میغلطه. باشد. از استراوشن چرا انتظار شدن ممکن است در این موسم؟ در این موسم آمادگی ما خیلی خوب است. ما تکوسی داریم. ما نصیب کرده باشیم یکی از دسته‌های پنجگانه توپ نصیب کرده باشه شامل میشه. آمادگی ها رو شروع کردیم و در کدام پایه قرار دارند آمادگی هاتون؟ پیش از همه سلام با همه مخلصان فوتبال و مخلصان دسته برقچی. مرحله یکم آمادگی الکی آغاز شده است. خیلی کم گل میدونند در چمپیوناتی در جام ففت اشتراک کرده ایستادیم و این جام بسیار یک مرحله خوبی آمادگی مرحله اول. در دور اول میخواهید با کی بازی کنید؟ دل خود دسته این با فکرم کمی اشتباه هست اگر ما یگان رقیب رو انتخاب کنیم بگذار. باشد سوال رو با این گونه میگذاریم. میخواهید در خانه بازی کنید یا در سفر؟ سال گذشته در خانه بازی کردیم کمتر دشوار بود و با باخت روبرو شدیم. شاید در سفر بهتر باشد. Приняли Истеклол. Какие планы? Ну, планы рабочие, вот, очень много работы сейчас предстоит, потому что команда практически новая, формируется, много футболистов ушло. А вот сейчас очень много смотрим футболистов, отбираем, надеюсь, к началу сезона подготовимся, дай бог, вот, и
удачно выступать, потому что сами знаете, что у Истекола всегда амбициозные задачи, амбициозные планы, поэтому постараемся эти планы воплощать в жизнь. Чего бы хотели изменить в Истеклоле? Ну, так сразу не могу сказать, вот, что бы хотел изменить. Ну, во-первых, чтобы команда действительно играла в хороший футбол, вот, добивалась положительного результата и радовала болельщиков. Это, наверное, самое главное. У Истеклола всегда три фронта, да? Внутренний чемпионат, конечно, кубок и международный. Как будете все это справлять? Ну, мы-то как бы амбициозные люди, да. В каждом турнире хотим решать максимально поставленные задачи, вот, поэтому будем стремиться к этому. Ну, а жизнь покажет, как это все будет выглядеть. Поэтому будем стремиться в каждом турнире побеждать, вот, и добиваться положительного результата. قبل از آغاز مراسم قرعه‌کشی در حال متنتن مراسمی با امضا رسانیدن قرارداد میان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و شرکت پریمچ برگزار شد. نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان سایوالی دانیالزاده و دیرکتور شرکت پریمچ عبدالستار حسنов زیر این شرطنامه امضا گذاشتند. همکنون چمپیونات امساله فوتبال پریمچ چمپیونات تاجیکستان نام برده خواهد شد. مراسم قرعه‌کشی با صدا دادن سرود ملی آغاز شد. سپس دو نفر از چهره‌های شناخته فوتبال تاجیک جمشید اسماعیلوف و یوسف ربیف برای گذراندن آن به صحنه دعوت شدند. در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 12 دسته شرکت کرده دسته‌ها در دو مرحله 22 بازیگی برگزار می‌کنند. دسته مقام 12 را گرفته ترک لیگ عالی نموده مقامدار جای 11 با دسته جای دوم لیگ یکم بازی‌های گزارشی انجام می‌دهد. قرعه‌کشی از روی جدول برگرد گذرانده شده دور یکم موسم که قرار است 6 مارس برگزار شود این دسته‌ها را روبروی هم آورد. خیلی نماییم جفت‌ها رو در دوره اول. رگارتا دست روشن، استقلال سردار، پرواز استرافشان، حاصلات کلوب مرکزی ورزش ارتش، دربی شهر خوجان اسخاتا و وحش مقابل برکچی. Учитывая то, что вы хотите играть именно у себя дома, первая игра у вас с Старовшаном дома, это Салтский дерби, все-таки вы хотели дома играть в первом туре или на въезде? Тут сложно сказать, понимаете, если взять в целом, да, на данный момент 6 марта к чемпионату ни один клуб в Таджикистане, может быть 1-2, которые готовы принять у себя матчи на домашней арене. Очень много недостатков в этом плане, но будем искать, наверное, будем где-то арендовать поле, ну как-то сыграем. А так это проблема у всех клубов, которые сейчас будут играть. И играть дома выезд, это по требованиям Федерации футбола. Если стадион будет соответствовать, значит можно будет играть дома. Если нет, значит будем искать в аренду какой-то стадион и проводить первые матчи там. خب با آنه که متخصصی سربی دعوت شد با آنه که بسیار ترانسفرهای خوب انجام داده است خوجان امسال چی هدف دارد؟ هدف دارد البته به یکی از جایهای نمایان رو اشغال کند برای همین تیاری دیدیم همه حرکت ها برای همین جایهای نمایان اشغال کردن. بازی اول دربی است با اسخاتا چگونه قبول کردید؟ در دور یکم اسخاتا خوجان علیقترش خوجان اسخاتا
میخواستید که اول در خانه بازی کنید اصلا؟ البته میخواستیم در خانه بازی کنیم و خیلی این جای رستیش نیست که ما همین آرزو کرده بودیم که باید همین خیلی شود. خیلی دو کمانده ولایت با کمانده اسخاطه یکی از کمانده های پرقوت‌ترین لیگ چمپیونات عالی می باشد. خیلی میبینیم چی میشد. بعد انجام مراسم قرعه‌کشی جلسه وسیع کارمندان فوتبال کشور برگزار گشت که در آن مسئله در سطح بلند برگزار نمودن روز جهانی فوتبال موردی بررسی قرار داده شد. گفته شد که امسال در شهر دوشنبه و مراکز ولایت‌های کشور شامگاهان این چورابینی سطح جهانی با شهامت و شرکت مهمانان عالی قدر برگزاری چورابینی‌های فرهنگی دایر کرده شود. اینچنین در تمام شهر و نواحی چورابینی و فستیوال‌های گوناگون با شرکت زیادی کودکان و نوسان دایر کرده شود. مسئله دیگری که مورد تحلیل قرار یافت این در چهارچوب طلبات‌های موجوده برگزار نمودن آزمون بهترین مخلص سال بود. فاند جایزه‌ای آزمون مذکور همکنون 150,000 سامانی را تشکیل داده در قیاس با سال قبلی شماره فن کلوب‌های اشتراکچی به 19 عدد رسیده است. همزمان با دستگیری به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم موملی امسال نیز در چمپیونات تاجیکستان یک سیستم وار خریداری می‌گردد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و باید قید نمایم که وار به قول 16 کانال است و همزمان خط آفساید نیز در آن وار نصب گردیده است و من فکر میکنم که آن اشتباه‌های تکنیکی که از جانب داوران در موسم‌های گذشته سر می‌زد اطمینانمان کامل است و امید از آن داریم که با کمک وار داور اون اشتباه‌ها برطرف خواهند گردید و همزمان جهت رشد فوتبال کلوبی لایحه دیگری نیز عملی می‌گردد. لایحه گذرانیدن معاینه طبی بازیگران که من فکر میکنم که لایحه مذکور نظیر ندارد، چون که تا جای من میدونم یگانه فدراسیون هست که فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روند گذرانیدن معاینه طبی بازیگران دسته‌های لیگ‌های عالی یکم هیئت‌های جوانان را قبل از آغاز موسم سال پنجم است که از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان زیر سرپرستی پرزیدنت محترم فدراسیون فوتبال تاجیکستان عملی کرده می شود که من فکر میکنم اقدامی خوب نجیب برای آمادگی فیزیکی و سالمی بازیگران جوان و نورستی ما خواهد بود. خب اینها بودن همه آن چیزهایی که میخواستیم در برنامه فوتبال تاجیک پیشکش شما کنیم. باقی همین مونده که برای همه دسته ها در موسم نو برای کامیابی و چمپیونی آرزو کنیم. در همین جا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.